بعد انقلاب 57 ایران و با شروع جنگ ایران و عراق همه چی از این رو به اون رو شد. درست مثل زندگی من. بعدش یهو در وا شد، بابا اومد تو گفت ببین با همین بالش زیر سرت خفت میکردم، میدونی که قانونم از من دفاع میکنه، نهایت هم 5 سال زندان. طنین زن زندگی آزادی در تمام جهان پیچیده، دیگه صدای دخترای ایرانی رو همه شنیدن.